یه آدمایی رو تو زندگی به نظر من نباید فراموش کرد. اون آدمی که وقتی هیچ نیازی نداره ولی بهت پیام میده، یه پیام کوچیک، حالت چطوره، اونو فراموش نکن. اون آدمی که وقتی هیچ کاری باهات نداره بهت زنگ میزنه، زنگ زدم حالتو بپرسم خوبی، اونو فراموش نکن. اون آدمی که فقط واسه گپ زدن میاد پیشت، سرت شلوغه میدونم، اومدم یه توکه پا ببینمت، اونو فراموش نکن. یه روانشناس حرف قشنگی میزد، میگفت میزان واقعی بودن یک عشق به شدتش نیست، همه عشقا با شدت شروع میشن. میزان واقعی بودن یک عشق به پایداریشه، اینکه در گذر زمان چقدر پایدار میمونه. و یه چیز تلخ بهتون بگم، عموما آدمایی که با ثباتن تو محبت ورزیدن، همیشه بهمون عشق میدن، از دید ما دم دستی تلقی میشن، در دسترس تلقی میشن، فراموششون میکنن. و که یادمون میاد ارزششونو؟ دقیقاً وقتی که دیگه تو زندگیمون نباشه، وقتی که واسه دوباره به دست آوردنشون دیگه خیلی دیر شد. قدر آدمای پایدار زندگیتون رو بدون.